دوستان چطورین؟ امویزار هستم. خوش اومدین به ویدیو بازی های جدید آوردم براتون. خوشگل بریم بازی اول رو تست کنیم. بازی اول اسمش آقا رضایی که همه میدونن، میمش هم اومده. اول با آسون شروع میکنیم. دوستان بریم سطح متوسطی شده دوباره بریم. سطح بعدی سطح سختشو میریم. جره خراب کردم، دوباره خراب هم سخته. رد میکنیم. محل بعدی آخریش محل شیطانی میشه. دوباره خراب کردم. مثلا لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره تا بریم بازی بعدی. خب دوباره اومدیم با بازی بعدی که اون میم پیشروه که میگه ما داریم تلاش میکنیم بعد فوش میده. این لابیشه. ترس مثل آتیشه، اگه کنترلش نکنی میسوزونتت. آره بخواه میکنی یا نه؟ من یه دونه اسلحه میخوام، باید با دنیا تصفیه کنم، باید برگردم به اصلی خودم، باید بکشم مارای زنگی دورمو. بعدم میاد از تصویر خودم، از مسیر شدن، از دستگیر شدن، از تصفیه شدن، از برچیده شدن، از سنگیده شدن، از قصیده شدن. دیگه نمیخوام نادون باشم، دوست دارم تو بارون پاشم. کیا دنیای آروم دارن، کیا مثل من تو آون دارن، کیا مثل من آشوب دارن، کدوم احمقای چارچوب دارن. بریم شروع کنیم بازی رو. ای مرد اینجا میپره روش بزنی باد تربیت میکنه. اون موقع منو بشناسی، اون موقع باد اینا رو خاموش میکنه. نگاه میکنم به روزی که من مردم، جداییم از دنیا که دوری سر بود. من اصلا چیزی برای دست مشکل داری بینام، ما داریم زحمت میکشیم. اینجا مردم، اشتباه شد. یه دست دیگه بازی میکنیم. ای مرد آرزوی من اینه که بعد از مرگم طرفدار اون موقع منو بشناسی. من اصلا چیزی برای دست مشکل داری بینام، ما داریم زحمت میکشیم. خب دوستان لایک، فالو، سابسکرایبتون نره تا بازی های بعدی، تا گیم پلی بعدی. خدا نگهدار. آره میسوزونتت.